پرتقال، لذت شیرین آموزش. خوش اومدید به قسمت دوم از قدم اول. میخوایم بریم سراغ ادامه بحثمون. توی قسمت قبلی ما در مورد اینکه چرا باید از اینستاگرام استفاده کنیم حرف زدیم و در ادامه فرصتایی که توی اینستاگرام برای ما وجود داشت رو بررسی کردیم که اگر یادتون باشه گفتم اینستاگرام یه فضایی برای مشهور شدن، برای فروش خدمات، برای فروش محصولات، برای معرفی کردن خودتون و مهمترین فاکتوری که باعث میشد پیج ما رشد بکنه تعامل بود که این هم در واقع یک فرصتی از فرصت‌های اینستاگرام بود که ما میتونستیم حالا با تعامل با یه سری از افراد به یه سری از هدفمون برسیم، کسب و کارمون رو گسترش بدیم. اما توی این قسمت میخوایم بررسی بکنیم که چرا یه سری از افراد با اینکه کارشون رو توی اینستاگرام شروع میکنن اما هیچ وقت به موفقیت نمیرسن. دلیلش اینه که یه سری از قوانین اینستاگرام و بایدها و نبایدهاش رو نمیدونن. توی این قسمت من میخوام بهتون بگم که چه کارهایی رو باید انجام بدید و چه کارهایی رو دیگه نباید انجام بدید، یا اگر انجام میدادید دیگه به هیچ عنوان نباید سمتش برید که یه موقع قوانین اینستاگرام دست و پاگیرتون نشه و با حالا زیر پا گذاشتن اصول اینستاگرام باعث بشید که کسب و کارتون رو نابود بکنید. اما توی این اسلاید بررسی کنیم که چه کارهایی رو نباید انجام بدیم. مثلا یکیش اینه که فالوور نخرید. به هیچ عنوان دیگه سمت فالوور خریدن نمیرید. شاید تا یکی دو سال پیش بازار فالوور خریدن خیلی رونق داشت و شما میتونستید یه پنل حالا فالوور داشته باشید و هر کسی فالوور میخواست براش سری فالوور رو بزنید به پیجش تا مثلا پیجش سری بره بالا، یهو 10K بشه. ولی دیگه الان این کار رو نباید انجام بدید، چون خلاف قوانین یک. دوماً باعث میشه نرخ تعامل توی پیجتون بیاد پایین، یعنی لایکاتون قطعاً پایین خواهد بود، کامنتاتون قطعاً پایین خواهد بود. یکی از مهمترین فاکتورهایی که امسال خیلی مهم شده سیو کردن پیجا قطعاً پایین خواهد بود، به خاطر اینکه افرادی که توی پیج شما هستن و فالوور فیکن خب عملاً هیچ فعالیتی ندارن، اصلا حتی عکس پروفایل برای خودشون هم ندارن، چه برسه به اینکه بخوام بیان و بچرخن و حالا مثلا شما رو لایک بکنن و اینها. به خاطر همین که نرخ پایین میاد، نرخ تعامل که پایین بیاد، اتفاقی که میفته اینه که شما پستاتون زیاد ویو نمیخوره و همین کم ویو خوردن باعث میشه که توی اکسپلورر نرید و اتفاقاتی که حالا بعدش میفته. پس اگر تا الان فکر میکردید که برای اینکه پیجتون توی چشم باشه باید حتما فالوور بخرید، من به شما میگم که دیگه این اشتباه رو نکنید. اکثر افرادی که شکست میخورن به خاطر اینه که فکر میکنن باید فالوور بخرن و خیلی زود هم گول افرادی رو میخورن که کارشون حالا خرید و فروش فالووره. یعنی طرف میاد میگه پیجت مثلا پایینه باید 10K فالوور بزنید تا قشنگ بیاد تو چشم، ولی دیگه شما گول این افراد رو نخورین. اینا فقط به خاطر سود خودشون دارن این حرفا رو میزنن. من به شما در ادامه راههایی رو میگم که خیلی راحت بتونید ازش فالوور بگیرید و فالوورهای واقعی و در واقع اصلا بگیم به جای فالوور شما میتونید دوست پیدا کنید توی اینستاگرام. خب نکته دوم اینه که از ربات‌ها استفاده نکنید. من توی دوره‌های قبلی که اینستاگرام رو درس میدادم، حالا تدریس میکردیم و اینها، میگفتم که از ربات استفاده بکنید برای یک سری از کارها، ولی الان توی امسال دیگه میگم از ربات استفاده نکنید. چرا؟ به خاطر اینکه اولا خیلی از ربات‌ها بسته شدن و یه سری از الگوریتم‌های اینستاگرام آپدیت شدن و شما اگر از ربات‌ها استفاده کنید احتمال اینکه خیلی سریع بخوان پیجتون رو ببندن زیاده. اگر کاربر حرفه‌ای نیستید که اصلا پیشنهاد میکنم به هیچ عنوان سمتش نرید، ولی اگر کاربر حرفه‌ای هستید خب بهتون میگم که تا حد ممکن ازش استفاده نکنید، ولی اگر خواستید استفاده کنید قطعا با ریسک کم استفاده کنید. یعنی حالا تنظیماتی که داره رو طوری تعیین بکنید که باعث نشه شما رو ببندن. البته بازم میگم ازش استفاده نکنید. قبلا ما میگفتیم استفاده کنید، خیلی هم خوب جواب میداد و باعث میشد که پیج شما خیلی سریع بالا بره، ولی دیگه بهتره که یه مقدار حالا کاری که میخوایم انجام بدیم و به صورت دستی انجام بدیم که مشکلی برای یه پیجمون به وجود نیاد. اما سومین نکته که خیلی هم شاید مهم باشه اینه که وقتی یک پستی رو درست میکنیم یا یک حالا محتوایی یا فیلمی چیزی میخوایم
توی اینستاگرام بذاریم. اگر واقعا دلچسبمون نیست ارسالش نکنیم، به خاطر اینکه وقتی خودمون با اون محتوا حال نکنیم قطعا افرادی که حالا مخاطب ما هستن با اون پست حال نمی‌کنن و این باعث میشه که نرخ باز دوباره تعاملمون بیاد پایین و این اتفاق یه خورده به ضرر پیجمون. قطعا شما اگر روزی یه دونه پست ارزشمند و خیلی خوشگل و ترتمیز درست بکنید خیلی بهتر از اینه که روزی 2-3 تا پست بذارید که مثلا 2 تاش هم حالا مورد پسندتون نیست. صرفا این که بخواید پیجتون رو پر بکنید اصلا کار خوبی نیست. سعی کنید پستایی که میفرستید واقعا کاربردی باشه و وقتی مخاطب اینا رو میبینه ازش لذت ببره و این خیلی مهمه. نکته بعدی اینه که اگر حالا کسب و کارتون رونق گرفته، خب بالاخره کسایی که دارن این دوره رو میبینن یه سریاشون کسب و کار دارن اصلا تو اینستاگرام که کارشون هم راه افتاده، یه سری هم تبلیغ دارن میکنن دیگه. به نظر من زیاد توی پیجتون تبلیغ نکنید که باعث بشه مخاطب زده بشه، چون مخاطبایی که حالا توی اینستاگرام وجود دارن چشمشون از این تبلیغات دیگه خسته شده، هر جا میرن دارن تبلیغ میکنن، کلی توی اکسپلورر دارن میگردن کلی تبلیغات میبینن. شما سعی کنید که تا حد امکان زیاد تبلیغات نکنید. نمیگم که اصلا این کارو نکنید، زیاد تبلیغات نکنید که پیجتون محبوبیتش پایین نیاد. نکته بعدی که شما باید رعایت بکنید اینه که یه سری از کاری که توی اینستاگرام انجام میدید حالا به صورت روتین مثل لایک کردن، فالو کردن و کامنت گذاشتن اینا رو کنترل بکنید. اوکی؟ یعنی چی؟ یعنی لایک کردن بدون وقفه توی 1 ساعت باعث میشه که شما مسدود بشه پیجتون و یه مدت نتونید لایک بکنید. فالو کردن بدون وقفه باعث میشه که دوباره پیج شما مسدود بشه و یه مدت نتونید فالو بکنید. کامنت گذاشتن هم به همین صورت و یکی از حساس ترین نکاتی که باید رعایت بکنید ارسال دایرکت. اگر شما توی 1 ساعت از 30 تا دایرکت بیشتر ارسال بکنید برای دوستانی که تازه شروع کارشونه، از 30 تا بیشتر ارسال بکنید قطعا یک پوان منفی برای شما داره و باعث میشه که پیجتون برای مدت بسته بشه. به خاطر همین حتما دقت بکنید. حالا من الان خدمتتون میگم برای لایک کردن و فالو کردن و کامنت گذاشتن، خب اگر اول کار هستید یعنی تازه پیجتون درست کردید سعی کنید که هر کدوم از اینا رو توی 1 ساعت 30 بار بیشتر انجام ندید. یعنی توی 1 ساعت 30 تا لایک بکنید، 30 تا مثلا فالو بکنید، 30 تا آن فالو بکنید، 30 تا کامنت بذارید و اینها. دایرکت هم به همین صورت. ولی حالا اگر یه مقدار پیجتون فالوور گرفته و نمیدونم حالا یه خورده پست گذاشتید، یه خورده فعالیت کردید و تازه نیست که وارد شدید، این 30 تا رو میتونید به 60 تا هم افزایش بدید. اما حواستون باشه که دیگه بیشتر از 60 تا نشه که یه موقع به مشکل بر نخورید. خیلی 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 رایجه این اتفاق و تنها دلیلش هم اینه که شما یک کار رو بدون وقفه پشت سر هم انجام میدید. اگر میخواید این اتفاقا نیفته قطعاً باید بدونید که محدودیت حالا لایک و فالو و کامنت در ساعت چند تاست برای اینکه اینا رو رعایت بکنید. و نکته بعد اینه که طبیعی رفتار بکنید. یعنی هر جا احساس کردید که دارید مثل یک ربات رفتار میکنید بدونید که اونجا قراره یک اتفاق بدی برای شما بیفته. خیلی عادی باشید، مثل یک انسان رفتار بکنید. یعنی خیلی ها رو من میبینم که پشت سر هم همینجوری فالو 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 بعد 100 تا فالو میکنه یهو میبینه پشت سر هم یک مسیج اکشن بلاک براش میاد و حدود 48 ساعت پیجش حالا مسدود میشه و دیگه نمیتونه اون کار رو انجام بده. بنابراین طبیعی بودن بهترین ملاکی برای اینکه پیج شما جریمه نشه. امیدوارم که اینا رو رعایت بکنید. اما ما انواع مسدودیت تو اینستاگرام رو هم باید بشناسیم. اولیش چیه؟ اکشن بنه. اتفاقی که میفته چیه؟ اکشن بن باعث میشه که شما برای یه مدت نتونید اون
کار رو انجام بدید. دقیقا همین چیزایی که گفتم، لایک زیادی، فالو کردن زیادی، ارسال دایرکت زیادی و کامنت گذاشتن زیاد باعث میشه که شما اکشن بند بشین و برای یه مدت بسته میشید و بعدش هم باز میشید. اما یک مسدودی هستش که جدیدن حالا سر زبونا افتاده به نام شادو بن، که این چیز زیاد خاصی نیستش. من الان بهتون میگم که دقیقا موضوع چیه. ببینید شادو بن زمانی اتفاق میفته که شما پستای پشت سر هم میذارید با یک هشتگ و میخواید که حالا این پستاتون همه برن مثلا توی یک هشتگ قرار بگیره. خب شما احتمالاً دیدید وقتی یه پستی میذارید و یه هشتگ زیرش میزنید، این پست شما میاد میره توی اون بین پستایی که اون هشتگ رو استفاده کردن قرار میگیره و حالا بر اساس ریاکشنی که مخاطب به اون پستتون داره میتونه حالا رتبه‌های بهتری بگیره، میتونه رتبه‌های پایینتر بگیره. اما نکته‌ای که هست، اگر شما بخواید این کار رو مرتبا انجام بدی، یعنی هی پست ارسال بکنی با یک هشتگ یکسان، اتفاقی که میفته اینستاگرام میاد شما رو شادو بن میکنه، یعنی ارزش اون هشتگ ها رو از روی پستای شما برمیداره، یعنی دیگه پستاتون توی اون هشتگ ها دیده نخواهد شد و این اتفاق خوبی نیست. به همون صورت اگر شما پست زیادی ارسال بکنی و باعث مزاحمت برای افراد دیگه بشی، اتفاقی که میفته اینه که این پستت رو زیاد به بقیه نشون نمیده، که باز باعث میشه نرخ تعامل شما بیاد پایین و دیگه شما توی اکسپلورر برای مدتی نباشی. بنابراین برای ارسال کردن پست حتما حواست باشه که طبیعی رفتار بکنی. اگر خواستی حالا پست ارسال بکنی روزی یه دونه و هشتگ ها رو هم زیاد نمیخواد بزنی. حالا توی بحث هشتگ ها بهش خواهیم رسید که چقدر هشتگ باید بذارید و اینها. در کل خواستم این رو بدونید. اما بدترین نوع مسدودی توی اینستاگرام فول بنه. اتفاقی که میفته توی فول بن اینه که شما یک قانون سفت و سخت اینستاگرام رو زیر پا میذارید، مثلا از یه سری عکس‌ها و فیلم‌ها توی پیجتون استفاده میکنید که نباید استفاده میکردید، یا مزاحمت‌های خیلی بد برای افراد دیگه ایجاد میکنید که این اتفاقا باعث میشه که شما فول بند بشید و احتمالاً دیگه راه برگشتی برای این اکانت شما وجود نداره. بنابراین قطعا حواستون باشه که از خط قرمزای اینستاگرام عبور نکنید و باعث مزاحمت کسی نشید. از عکسای حالا مستهجن و اینو استفاده نکنید داخل پیجتون که شدیداً برخورد میشه باهاش. و اگر همین نکاتی که گفتم رو رعایت بکنید، میتونیم امیدوار باشیم که هیچ وقت مسدود نشیم. بریم سراغ کارهایی که باید توی اینستاگرام انجام بدیم. نکته‌ای که باید حتما ازش اطلاع داشته باشیم اینه که آمار اکانت رو مرتباً چک بکنیم. خب آمار اکانت رو احتمالاً شما توی پیجای شخصیتون نمیتونید ببینید. آمار مربوط به اکانت های بیزینسی هستن که خب حالا توی قسمت تنظیمات شما میتونید اکانتتون رو به اکانت بیزینسی تغییر بدید تا یه سری آمار از حالا تعداد ویو های پستاتون و اینکه تعداد فعالیت های فالووراتون یا مثلا جنسیت فالووراتون یا هر اطلاعات دیگه ای رو به شما بده. معمولا برای پیجای کسب و کار، حالا پیجای شرکتی، پیجای فروشگاهی و اینها، شما باید حتما اکانتتون رو تبدیل به اکانت بیزینسی بکنید که به این آمار دسترسی داشته باشید و مرتبا چک بکنید که ببینید چه روزایی خوب بوده شما پست گذاشتید، لایک بیشتری گرفتید و اینها. این روزا رو باید در بیارید و طبق اون استراتژی مخصوص به پیج خودتون رو بچینید که بدونید قراره چه کارهایی رو انجام بدید. حالا جلوتر راجبش صحبت خواهم کرد. اما نکته بعدی اینه که شما توی اینستاگرامتون یک لینک میتونید قرار بدید، توی پروفایلتون میتونید یه لینک قرار بدید که بهش میگن لینک بیو و این لینک بیو رو شما باید مرتبا عوض بکنید. حالا عوض بکنیم چه چیزی بذاریم؟ اگر شما وبسایت دارید، احتمالاً کاری که میتونید انجام بدید اینه که جدیدترین مقاله هایی که توی وبسایتتون میذارید رو بیاید یا لینکش رو توی پروفایلتون قرار بدید و توی حالا استوری یا یه پستی اعلام بکنید که مثلا من فلان
مقاله رو گذاشتم و شما میتونید بیاید اونجا و این مقاله رو بخونید، مثلا لینکش تو بیوه. یا اگر فروشگاهی دارید یه پیشنهاد ویژه میذارید، لینک مثلا اون محصولتون یا اون خدمتتون رو توی بیو میذارید و اعلام میکنید که مردم برن اونجا استفاده کنن. یعنی اینکه بخواید یک لینک ثابت بذارید اونجا زیاد مردم رو ترغیب نمیکنه که روی پروفایل شما کلیک بکنن و حالا به پیج شما سر بزنه. اما همین که شما لینک رو تغییر میدید و مرتبا هی اطلاع رسانی میکنید که آقا مثلا فلان سایت رو من قرار دادم برید ببینید، نمیدونم فلان پیشنهادو گذاشتم حتما برید ازش استفاده کنید، و اینا یه جور باعث میشه که مردم ترغیب بشن و اون کاری که شما میخواید رو انجام بدن و همین هم باعث میشه که یه مقدار نرخ تعامل توی پیج شما بالاتر بره. اما نکته دیگه اینه که خیلی راجبش صحبت کردیم، باز هم من اینجا دارم راجبش صحبت میکنم و اونم اینه که برای تعامل با کاربراتون وقت بذارید. جواب کامنتشون رو بدید تو دایرکت، حالا اگر سوالی پرسیدن جواب بدید، باشون صحبت بکنید، سعی بکنید که مطالب خوب رو بهشون معرفی بکنید و حالا با این کارا سعی کنید که افراد رو بیشتر درگیر پیج خودتون بکنید. اما نکته بعدی چیه؟ اینه که شما با استفاده از چک کردن آمار پیجتون باید بهترین تایم پست گذاشتن رو پیدا بکنید. خب ببینید این تایم پست گذاشتن برای هر پیجی متفاوته، بستگی به نوع کاری که شما دارید انجام میدید، موضوعی که دارید فعالیت میکنید و مخاطباتون فرق میکنه. مثلا شما اگر بخواید توی زمینه ورزشی و اینا فعالیت بکنید، افراد بیشتر ترجیح میدن که اوقات بیکاریشون بیان سراغ شما و احتمالا کسی که به ورزش داره اهمیت میده صبح زود بیدار میشه و خدمت شما عرض شد که اول ورزش میکنه بعد میاد حالا مثلا بخواد اینستاشو چک بکنه و اینها. پس احتمالا بهترین موقع پست گذاشتن برای این دسته از افراد ساعت 9 تا مثلا 11 صبح باشه، ولی قبلش اگر بذاریم اونو مشغول مثلا ورزش کردن یا حالا هر کار دیگه نمیتونن ببینن. البته این نکته‌ای که دارم میگم فقط مثال برای اینکه متوجه بشید، نه برای اینکه مثلا اگه دارید تو کار ورزشید حتما برید اون ساعت پست بذارید. شما این ساعت رو باید از آمارتون در بیارید و طبق اون عمل بکنید. خب اینم از بایدها و نبایدها توی اینستاگرام که اگر انجامش بدید یه پیج واقعا اصولی و استاندارد رو خواهید داشت. امیدوارم که این قسمت هم مورد توجهتون واقع شده باشه. با قسمت بعدی با ما همراه باشید.